اگه یه چالش بزرگ با استراتژی پرو بی تو بی داری، یعنی نمیدونی چه نواحی توی این استراتژی معتبرن و چه نواحی معتبر نیستن، حتما این ویدیو رو ببین تا این مشکلت رفع بشه. توی این ویدیو خیلی ساده مشخص کردن سطح پرو بی تو بی رو آموزش دادم و توضیح دادم کدوم یکی از این سطوح برای ما مهمن و ما روش معامله میکنیم و روی چه سطوحی معامله نمیکنیم. اینه که باعث میشه وین ریتت توی این استراتژی به شدت بالا بره و بتونی خیلی از معاملاتی که قرار حد ضررش با این استراتژی بخوره رو فیلتر بکنی. سلام رفقا، وقتتون بخیر. به کانال خودتون فارکس اس جی خوش اومدید. توی این ویدیو که اولین ویدیو از سری ویدیوهای آموزشی استراتژی پرو بی تو بی هست، قراره که ساده ترین موارد این استراتژی رو با هم یاد بگیریم. احتمالاً تعداد ویدیوهای آموزشی پرو بی تو بی از ویدیوهایی که من توش SP12 رو آموزش دادم بیشتر میشه، چون این استراتژی یکم المانهای بیشتری باید توش بررسی بشه، یکم ریزه‌کاری‌های بیشتری داره. به خاطر همین تعداد ویدیوهای آموزشیش بیشتر میشه. همین اول یه نکته رو بگم. خب من از ساده شروع میکنم، موارد رو میبرم جلو. توی کامنت های این ویدیو حتما سوالاتی که دارید رو بنویسید که من توی ویدیوهای آموزشی بعدی بتونم به این سوالات جواب بدم. اما دیگه زیاد در واقع مقدمه چینی نکنم، بریم سر اصل مطلب. اینجا میبینید که من یه ناحیه پرو بی تو بی رو مشخص کردم. امروز میگم ساده ترین موارد رو میخوایم توضیح بدیم به زبان ساده و مفهوم پشت این ناحیه رو هم میخوام بگم. به خاطر همین میایم روی پینت و استارت کار خودمون رو میزنیم. ببینید اولین مورد، من توی SP12 چی گفتم؟ گفتم آقا ما دنبال اینیم که یک لگ خوبی بیاد و پول وارد بازار بکنه، یا درست سرش این میشه که بایرها یا سلرهای قوی توی اون لگ وارد بازار بشن. این یه مفهومی بود که ما توی SP2L داشتیم. گفتیم وقتی که این لگ رو میبینم اینجا میشه نقطه ورودم، حد ضررم، تیپی بهینم هم تیپی یک هستش. اگه SP2L رو مسلط نیستی حتما پلیلیستش رو استارت بزن و به ترتیب بیا جلو که SP2L رو دیگه کامل مسلط بشی. به نظرم پیش نیاز استراتژی پرو بی تو بی SP2L هست، یعنی باید مفهوم اون رو کامل درک کرده باشی. خب توی پرو بی تو بی نکته‌ای که میخوام بگم اینه، اینجا هم ما دنبال یک لیگی هستیم که بایر یا سلرهای قوی وارد بازار بکنه. پس از این نظر این دوتا با هم مشترکن. یه لگی رو میخوایم که بایر یا سلرهای قوی وارد مارکت بکنه. این لگ رو ببینید لگ مناسب و خوبیه. این لگ رو ببینید لگ مناسب و قوی هستش که بایرهای خوبی اومدن وارد شدن. اینجا هم قرار ما یه لگ خوب و قوی پیدا بکنیم و پشت دست اون بایرها بازی بکنیم، ولی دنبال نقطه ورود بهینه‌تری از SP12 هستیم که البته این باعث میشه یه سری جاها جا بمونیم، ولی از اون طرف باعث میشه بتونیم ریواردهای جذابتری بگیریم. اگه توی SP2L ریوارد بهینمون یک بود، اینجا ما ریواردهای دو رو داریم و بالای دو رو هم خیلی جاها میتونیم بگیریم که حالا این ویدیوها رو به ترتیب بیاید جلو، من سعی میکنم که توضیح بدم این موارد رو. حالا بیایم اینجا، امروز میخوام ناحیه پرو بی تو بی رو مشخص کردنش رو با هم کامل یاد بگیریم. ببینید فرض بکنید که این یک کندل نزولی هستش و این انتهای یک اصلاحی، پشت روندم هم صعودیه. یک کندل صعودی چیکار میکنه؟ میاد به این صورت برای من اینجا کلوز میده و حالا کندل بعدی هم فرض بکنید که به این شکله. ناحیه پرو بی تو بی یا پرو بک تو برکیون، من یه شادو به این کندل بدم که حالا واقعی تر بشه. دقیقاً جایی هست که کندل من، دقت بکنید به حرفی که میزنم، اولین کندل صعودی که من متوجه میشم بایرها با این کندل وارد مارکت شدن، میشه دقیقاً کندل بریک من که باید بیام حالا ناحیه‌ای که میگم رو روش مشخص بکنم. پس خیلی اهمیت داره که ما کندل بریکمون مفهوم پشت سرش اینه که بایرها با اون کندل وارد مارکت شدن، چون ما قرار پشت دست این بایرها بازی بکنیم. خیلی به این تعریفات دقت بکنید، چون که تو این ویدیوها جلوتر بریم خیلی به دردمون میخوره.
دقیقاً اینجا ببینید این کندل سعودی خوب کجا رو بریک کرده، های کندل قبلی خودش رو بریک کرده به سمت بالا و تونسته که چیکار بکنه، بره بالاتر کلوز بده، یه فاصله گپ خوبی ایجاد بکنه. راجع به گپ یه توضیح کوتاه میدم، توی ادامه ویدیوها کامل بررسی میکنیم. ببینید اگر گپ اینجا وجود داشته باشه طبیعتاً بهتر هست چون قدرت بیشتره، پس اینجا وجود گپ برای ما باعث میشه که با اطمینان خاطر بیشتری بعداً روی این سطح بخوایم ترید بکنیم. حالا پس این میشه یه سطح من، جایی که کندل خوبی که داشتم تونسته بریک بکنه کندل قبلی رو، یعنی دقیقاً اینجاهای کندل قبلی. ناحیه بعدی میشه از کلوز کندل بریک. پس ما از این به بعد به این کندل داریم میگیم آقا کندل بریک هفت. اوکی دیگه اسم این کندل کندل بریک هفت ما هستش. ناحیه بعدی من میشه از کلوز کندل بریک هفت تا های کندل. اینم یه ناحیه مشخص میکنه. الان چه اتفاقی افتاده روی چارت من؟ یه سطحی رو اینجا دارم که میتونم اینم بیارم تا کلوز کندل پایینی. یه سطحی این بالا، یه سطحی این پایین. وقتی که مارکت من برمیگرده به این سطح، حالا مثلا میره بالا به این سطوح برمیگرده، من اینجاها دیدگاه دارم بخوام وارد معامله خرید بشم، اما یه سری نکاتی رو باید رعایت بکنیم. اینجا فقط این نکات رو اسم میبرم، جلوتر توی ویدیوها یکی یکی میذارمشون کنار هم، فقط باید که با من به ترتیب ویدیوها رو ببینید بیاید جلو. نکات چیه؟ آقا چجوری داره برمیگرده به این سطح؟ اصلاحی برمیگرده یا قوی؟ و از این مهمتر که در واقع همون نکته است ولی خب دیگه حرفه‌ای تره، تحت چه سایکل هایی داره توی تایم تریگر من برمیگرده؟ ببینید خیلی فرق میکنه. یه زمان هست این برگشت به ناحیه پرو بی تو بی ما داره توی سایکل تریدینگ رنج به وجود میاد، اینجا میشه کف رنج، خب اوکی. یه زمان هست ما توی سایکل اسپایی که نزولی داریم برمیگردیم، خب طبیعتا ما رفتارمون توی این حالت و این حالت متفاوته. متوجه هستید که چه چیزایی رو باید دقت بکنیم؟ چون خیلی از سوالا این بود آقا کی من بفهمم ناحیه پرو بی تو بی من معتبره و توی برگشت قیمت به اون ناحیه ترید بکنم، تریگر ببینم ترید بکنم. خب همه رو جواب میدم ولی میخوام از ساده شروع بکنم برم جلو. اول مفاهیم بیس رو قشنگ بچینیم کنار هم بریم جلو که در ویدیوهای بعدی مشکل پیش نیاد. خب پس خیلی ساده چی شد؟ گفتیم آقا این دو تا سطر رو دارم، اینجا میتونم تریگر ببینم بایر بشم. حالا من میخوام یه مورد دیگه ای رو هم بگم. ببینید کل این سطر رو میتونید مشخص بکنید، توی ویدیوهای بک تست هم دیدید، از این های کندل تا این سطحی که بریک شده کل اینو بیاید مشخص بکنید. حداقل برای شروع لازم نیست بخواید دقیقاً نقطه زنی بکنید، کل این سطح رو مشخص بکنید، بگید آقا این سطح پرو بی تو بی منه. حالا مارکت که برمیگرده خب دیدگاهمون اینه که بخریم. گفتم اگر این برگشت به این سطح، حالا المان‌هایی که می‌خوایم رو داشته باشه، به المان‌هاش هم میرسیم، فعلا داریم بیس رو توضیح میدیم. اینجا که برسه دیدگاه اینه که ما با استراتژی پرو بی تو بی بخوایم بخریم. پس الان مشخص کردن سطح رو دیگه بلدیم، میریم توی چارت هم مثال میزنم کار میکنیم و تو همین ویدیو به این مورد دیگه مسلط میشیم. اما میرسه اینجا اگر ویدیو آموزشش رو توی کانال اصلی دیده باشید، ما اینجا 6 مدل ورود داریم و هر کدوم از این 6 تا خودش یه استراتژی جداگونه است. چرا؟ اینو من بیام روی چارت توضیحش بدم. فرض بکنید یه شخصی هست توی برگشت به این ناحیه پرو بی تو بی لیمیت میذاره، حد ضرر رو میندازه پشت لگ. یه شخصی هست توی برگشت به همین صد لیمیت میذاره، حد رو میندازه پشت صد. این دوتا دارن روی یه مفهوم ترید میکنن، هر دو دارن روی مفهوم پرو بی تو بی این صد ترید میکنن، ولی روی تعداد معاملات بالا، مثلا 100 تا ورود از نوع یکی که گفتم حد میفته پشت لگ و 100 تا ورود از نوع دوم که حد میفته پشت این صد، برایند فرق میکنه، برایند یکی در نمیاد.
روی تعداد معاملات بالا. پس اینو ما دوتا استراتژی جدا در نظر میگیریم چون برایند فرق میکنه و توی لایو مارکت من و شما فقط این که بگیم اوکی ناحیه رو بلدیم مشخص بکنیم اومد اینجا میخوایم بریم بای بزنیم، خب این کافی نیست. ما دقیق باید بدونیم ناحیه مشخص شد اوکی، حالا با توجه به مدلی که میاد اینجا میخوره چجوری میخوام بای بزنم. تریگر میذارم، حدم کجا میفته؟ حدم میفته پشت تریگر ورودم یا میفته پشت سطح پرو بی تو بی یا میفته پشت لگ. لیمیت وارد میشم، حدم میفته پشت سطح یا پشت لگ. میبینید پس ورودهای ما وقتی که فرق میکنه، برایند روی تعداد معاملات بالا فرق میکنه، در نتیجه ما اینو میگیم آقا این شد دوتا استراتژی، اینا متفاوتن چون برایندهاشون متفاوته، تیپی بهینه هاشون متفاوت در میاد. پس اینو حتما دقت بکنید. کافی نیست که یه سطح مشخص بکنید بگید اینجا بای میزنم، بدونید که چطور اینجا بای میزنید. حتی خود تریگر یکی با سیگنال بار، فرض بکنید اینجا رو، اینا دو تا شخصا دارن با تریگر وارد میشن، یکی با سیگنال بار فقط وارد میشه، یه تیک بالای سیگنال بار، یکی یه تیک بالای کیبار، یکی با کلوز کیبار. دقیق باید بدونید که کدوم مدل رو قرار هستش که کار بکنید. حالا ویدیو اوله، بریم جلو همه این موارد رو با هم کار میکنیم و حرفه‌ای میشید و فقط کافیه که بیاید جلو مواردی که میگم رو تمرین بکنید. حالا برگردیم این ور روی پینت که توضیحات ساده رو بدم. پس این که گفتم آقا ورودهای ما فرق میکنه و هر کدوم اینا میشه یه استراتژی، الان توضیحش رو دادم و باید دیگه این مورد رو بدونید. پس ما باید بعد از شناخت ناحیه پرو بی تو بی کامل بدونیم ورودمون قرار هست چه مدلی باشه، کدوم مدل ورود رو قراره که استفاده بکنیم. اما یه نکته‌ای که میخوام بهتون بگم، فرض بکنید ما ورودمون مشخص شده، حالا ادامه که بدیم دیگه این موارد براتون مشخص میشه. من خودم مثلا با تریگر وارد میشم. برگردیم روی چارت، ببینید اینجا رو من پاک کنم. با توجه به همین مواردی که الان گفتم یکم تمرین کنیم. ناحیه پرو بی تو بی رو مشخص کردم. خب ببینید این یک لگی هست که از اینجا استارت خورده، یه لگ خوب 4-5 تا کندل سعودی پرقدرت گپ داره، همه چیز اوکی. چی کار کرده این لگ؟ تونسته این سقف رو بریک بکنه، یک بریک خوبی داشته سقف قبلی رو. این لگ یک خروج از رنج بوده. مارکت من اینجا اومده یک لگ اسپایی که یه رنجی اینجا ساخته، پولبک های متوالی از بایرهایی که اینجا وارد شدن. در واقع مارکت تونسته قدرتی بگیره که بره و بریک بکنه به سمت بالا، انقدر خوب و جذاب. پس این یه لگ خیلی خوبه برای من. اولین موردی که من توی ناحیه پرو بی تو بی خودم بررسی میکنم اینه که آیا از این ناحیه پرو بی تو بی، ببینید من چند بار اینو تکرار کردم، خیلی مهمه که آیا اینجایی که من پرو بی تو بی مشخص کردم بایرهای قوی وارد شدن یا نه. چرا مهمه؟ به خاطر این، ببینید اینجا هم ما یه بریک کندلی داریم، این یه کندلیه، این کندل اومده اینو بریک کرده به بالا، اینجا هم حالا ناحیه کلوزش و اینا. خب اینم میایم میگیم آقا خب اینم یه بریک کندلیه دیگه. من زوم میکنم قشنگ ببینید این کندل اومد اینها یو بریک خوب کرد، اینجا گپ داره و اینا. خب من بیام الان بای بزنم اینجا، میدونید چیو دارم میگم؟ این مشکل خیلی ها هست. نه، این اصلا هیچ اهمیتی برای من و شما نداره، چون ما سایکلمون رو بررسی میکنیم، میگیم آقا اینجا مارکت داره پولبک های متوالی میزنه، این پشت رو ببینید. خب اینجا بریک دارم، اینجا بریک دارم، اینجا خودش رو بریک دارم. چرا من بخوام اینجا اصلا وارد بشم؟ من باید منتظر بمونم دقیقاً این اتفاقی که افتاده اینجا توی این استراتژی بیفته، یک لگ خوبی به وجود بیاد، من بگم اوکی منشأ این لگ اینجاست، ورود بایرها اینجا اتفاق افتاده که تونسته بریک بکنه، حالا من بیام ناحیه پرو بی تو بی رو مشخص بکنم و دیگه منتظر برگشت مارکت به این سطح باشم. یه اشاره‌ای بکنم، این سوالی که توی SP2L میپرسید، میگید آقا من کی منتظر ورود 2x باشم؟ با من موافقید که این یک ورود SP2L‌یه و بگم یکم دیگه ویدیوها ترکیبیه، چون ما SP2L رو فکر میکنم 10 تا ویدیو بیشتر روش زمان گذاشتیم، بعد تست گرفتیم، لایو رفع اشکال گذاشتیم دیگه.
SP12 رو هم اینجا ما داریم ترکیبی نکاتش رو اینجا میگم دیگه. پس اگه SP12 رو کامل نمیدونید ویدیوهایی که توی پلیلیست خود SP12 هست رو ببینید دیگه. خب بیام حالا اینجا این ورود SP12 من روی این لگ خوبه که تارگتش رو هم داده. من خودم موردی که یه فیلتری که دارم زمانی که ناحیه پرو بی تو بی خوشگلی توی اون لگ به وجود اومده، خوشگل یعنی چی؟ میبینید گپ داره، پرقدرت، لگ خیلی جذابی، بریک داره. من خودم اینجور وقتا منتظر ورود 2x SP2L میمونم، حالا مثلا میشه اینجا، ولی نه صرفا روی خود 2x، میام نواحی اینجا رو مشخص میکنم. یعنی ناحیه در واقع پرو بی تو بی رو مشخصش میکنم که میشه یه سطح خوب که مارکت برگرده. به غیر از اون ام ای خودم رو دارم و سطح بریک شده. یعنی میگم آقا وقتی من یه ناحیه پرو بی تو بی خوشگلی رو توی این لک ساختم و اومدم بالا، احتمال اینکه مارکت بخواد یه پول بک بزنه و بره میدم این احتمال رو. خب یه ورودی پله روی SP12 هم میزنم که اگه نیومد جانمونم، ولی یه ورود هم نگه میدارم که مارکت بیاد به این نواحی تریگر بده پله بعدی رو وارد بشم. و اینم حالا بریم جلوتر کامل بررسیش میکنیم و توضیحش رو میدم. فعلا فقط این یه دیدگاهی بود برای زمانی که میپرسید آقا چه زمانی برای 2x SP2L صبر بکنم. اینم خب یه نکته‌ایه که برید حواستون بهش باشه. مورد بعدی، بریم دوباره حالا به جای مورد بعدی چند تا سطح دیگه مشخص بکنیم. فعلا تو این ویدیو مشخص کردن ناحیه رو یاد بگیریم. ببینید این کندل در جهت روند پشت سر بریک کرده کندل قبلی خودش رو، های کندل قبلی رو، تا کلوزش رو میگیرم میشه ناحیه پرو پی تو بی من. در جهت ترند پشت سرشم هست. حالا یه تفاوت، این لگ آیا لگ خوبیه؟ بله. بریک انجام داده و تونسته چند تا کندل خوب بدون پول بک و اسپایکی رو به وجود بیاره ببره بالا. خب این برای من طبیعتا فرق میکنه با بریکی که اینجا دارم. اینجا هم یه ناحیه‌ای دارم، این کندل، میبینید؟ این کندل اومده بریک کرده، اینو بریک کرده رفته. ولی لگی که به وجود آورده سقف بالاتر نزده. لگ پرقدرتی نبوده، سقف پایینتر از این دوباره برگشته. پس من نمیام روی این سطح دنبال بای باشم. حواستون خیلی به این نکته باشه ها. این نکته رو رعایت کنید، فقط با رعایت همین نکته وین ریتتون خیلی بهتر میشه. خب این سطح پرو بی تو بی منه، لگی که ازش به وجود اومده یک لگ خوب اسپایکی پرقدرت. پس این سطح رو حواسم بهش هست و معتبر میدونمش. الان مشخص کردن سطوح پرو بی تو بی رو تقریبا اوکی و فکر میکنم دیگه بلد باشید. فعلا همین کافیه. سطوح پرو بی تو بی رو بتونیم درست مشخص بکنیم و یه سری توضیحاتی دادم که اون لگی که من قراره روش سطح پرو بی تو بی مشخص بکنم باید چه ویژگی داشته باشه. باید ورود بایر یا سلر پرقدرت رو توی اون لگ ببینم. این نکته مهمی هستش. حالا دیگه برید خودتون سطوح پرو بی تو بی رو مشخص بکنید. مثلا ببینید این سطح رو دارم، برگشته به این سطح توی یک سایکل رنجیه، پرقدرت نیست که بگم اسپایک و کانال نزولی به وجود اومده. حالا این موارد رو باز توضیحات کاملش رو توی ویدیو مخصوص خودش میدم، ولی فعلا میخوام فقط دقت بکنید، چشتون اینا رو روی چارت ببینه. ببینید این ناحیه درست اینجا دوباره نزدیک ناحیه تریگر رفته بالا، روی ناحیه تریگر رفته بالا. اینجا دوباره ناحیه داریم، روی ناحیه تریگر خوشگلش رو ببینیم. یکی دو دقیقه هم راجع به تریگرها صحبت کنیم. تریگر خوشگل اینجا کجاست؟ تا اینجا که نه. ببینید دوتا، یه پینبار نزولی دارم، یه دوجی دارم، بعد اومدم یه اینگالف دادم. اینجا برای خود من زیاد تریگر جذابی نیست. اینو مقایسه بکنید با اینجا، یه پینبار، یه تایید، یه سیگنال بار، یه کیبار خوشگل. میبینید؟ ولی من فرض میکنم اینجا هم مثلا گرفته کسی حد ضرر خورده، خب اوکی. ولی من فکر میکنم باید توی حالا در ادامه یه ویدیو هم راجع به این تریگرها بگیرم. کلا ایراداتتون رو بگید، سوالاتتون رو با پرو بی تو بی بگید، چون که دیگه فاز آموزشی استراتژی رو استارت زدیم و قراره که چند ویدیو راجع بهش صحبت بکنم، بهینه‌سازی ها، همه مواردش رو بگم که بتونیم به خوبی ازش استفاده بکنیم.
خب رفقا، حالا به رسم همه ویدیوهای یوتیوب آخر ویدیو من کانال تلگرامم رو بهتون معرفی بکنم. یه کانالیه که من معاملات خودم رو میذارم، یه توضیحی هم میدم. حالا یه سری ویدیوهای لایو ترید رو هم اینجا میذارم، هدف آموزشیه و اگر فکر میکنید براتون مفیده و پرایس اکشن تریدر هستید میتونید عضو بشید توی این کانال. لینکش رو دارید میبینید، ترید با من، و توی بیو چنل یوتیوب هم لینکش رو قرار دادم، میتونید به راحتی عضو بشید. هر سوالی دارید راجع به پرو بی تو بی بنویسید که توی ویدیو بعدی بررسی بکنم.